هرات. خوش آمدین با ویژه برنامه سریعترین فرجی روشن در شهر زیبا و فرهنگی هرات باستان. چقدر زیبا است که ما سریعترین فرجی روشن از کابل زیبا آغاز کردیم، رفته رفته با شور و هیجان به مزار شریف و بالاخره رسیدیم به شهر زیبای هرات. ما تنها نآمدیم بلکه سرعت 2 برابر فرجی روشن با خود آوردیم و همچنان جدیدترین سیم کارت الفا پرایم برای شما آوردیم. کتی جانک خوردم ای کارای کلان برای شما سعی کنین. به افتخار هرات، به افتخار هراتیا و به افتخار همتون یک کف بزنین. و سیم کارت الفا پرایم سیم کارتی است که اگر اینترنت شما تمام هم شود بازم واتساپ شما نامحدود است و واتساپ شما کار میته دوستای عزیز. و بسیاری کسایی رقم ایران سعی داره فکر میکنه که من دروغ میگم. در دنیایی که امکانات نامحدود وجود دارد چرا ارتباطات ما نامحدود نباشد؟ ارتباطاتی که در هر جای خود را با عزیزانت نزدیک احساس کنید. ارتباطاتی که بدون کدام محدودیت به تمام شبکه ها زنگ بزنید. فقط یک شبکه است که این ارتباطات نامحدود را با پلان های جدید الفا پرایم برای شما فراهم کرده. با الفا پرایم اینترنت بدون محدودیت سرعت. با الفا پرایم دقایق و پیام های نامحدود روشن و دقایق به دیگر شبکه ها. او مردم الفا پرایم واتساپ نامحدود هم دارد. خلاصه اگر الفا پرایم داشته باشین همیشه یک راه برای ارتباط برقرار کردن دارید. شما می توانید با پلان های الفا پرایم اینترنت بدون محدودیت سرعت را همراه با امتیازات نامحدود فعال کنید. 555 را دایل کنید و با الفا پرایم ارتباطاتتان را نامحدود بسازید. 2 روز قبل که وقتی به میدان هوایی آمدیم یکی از دوستا دیدن گفته وی اشتی قاسم چقدر چوچه ای تو. من گفتم قلب ما بزرگ است. میگه با بیلا. یک همکار ما گفتم چی با نامت ای؟ با بیلا. او چون خارجی زیاد گپ میزنه مرا چی میگه؟ یعنی واو. خب بسیار زیاد ببخشین چی گپ شده ما چی میشه؟ ما در این قسمت برنامه میخواهیم که به رئیس صاحب زون هرات زنگ بزنم که بیاین زیادتر معلومات اونا بتن. ما خو نفهمیدم. شماره ای را که شما دایل نموده این فعلا از ساعت خارج می باشد. برگم شد. ما فکر میکنم که رئیس صاحب زون هرات ما دیدم که دمیج تشریف دارن. ما با کدام شماره خارجی زنگ زدیم. در این قسمت برنامه از جناب رئیس صاحب زون ولایت زیبای هرات جناب فاروق سادات خواهش میکنم که بیاین بیشتر و بهتر از سرعت 2 برابر فرجی روشن و از بهترین شبکه مخابراتی افغانستان معلومات برای شما ارائه کنند. چی رقم؟ خدا خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت تمام دوستان بزرگوارانی که در این گرد همایی بزرگ و با شکوه به خاطر تجلیل از راه اندازی فرجی و 2 برابر شدن سرعت اینترنت روشن در حوزه غرب افغانستان برگزار گردیده است گرد هم آمدید. سلام ویژه دارم خدمت همکاران ارجمند و گرانقدر ما که از شهر زیبای کابل جهت برگزاری این محفل بزرگ به هرات تشریف آوردند. حضور شریفی صاحب محترم، فیض حسن صاحب، خان صاحب محترم و امید صاحب، امیرگل صاحب و بقیه دوستان خیر مقدم عرض میکنم. همچنان جناب محترم سروری صاحب رئیس زون اترا که در این محفل تشریف آوردن و جناب محترم ایوبی صاحب سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ و دوستانی که نام از اونا شاید فراموش شده باشم. همه شما خوش آمدین به محفل باشکوه و صمیمی.
دیدن چهره‌های آشنا و پرمیر شما دوستان در این بزم باشکوه باعث خوشحالی ماست. طوری که خود می‌دانید کمپانی مخابراتی روشن یکی از بزرگترین کمپانی‌های مخابراتی در سطح افغانستان است که در سال 2003 با سرمایه‌گذاری انگفت آغاز به کار کرد و خوشبختانه ولایت هرات دومین شهری بود که روشن در آنجا سرمایه‌گذاری نمود و از آن زمان تا کنون فعالیت‌هایش روز به روز افزایش چشمگیر در افغانستان و همچنین در ولایت هرات داشته و به این باور دارم دوستان گرامی که طی 2-3 ماه دیگه گذشته شما حتما تجربه بیشتری از اینترنت ما داشتین نسبت به سال گذشته، نسبت به ربع گذشته و نسبت به ماهای گذشته. این خود بیانگر از این است که ما الحمدلله روز به روز به پیشرفت هستیم و بیشتر سرمایه گذاری منعکس به ساحه ما و شما بوده و جا داره واقعا حق شما مردم شریف هست که واقعا مشتری وفادار روشن هستین و واقعا روشن هم به این وفاداری شما قدردانی کرده و چنانچه قسیم جان چند دقیقه پیش گفتن حتما شنیدین که الفا پرایم باز به بازار عرضه شد. واقعا من خودم زمانی که این تخفیف دیدم و زمانی که سر از صحبت شد و این راه اندازی شد واقعا من خود برای خودم دلچسب بود و بسیار یعنی سورپرایز کننده. روشن نه تنها در قسمت خدمات مخابراتی بلکه در بخش‌های اجتماعی هم فعال بوده. چنانچه ما و شما شاهد کمک‌های اجتماعی، پروگرام‌های اسپانسرشیپ و جزئیاتی که در بحث اجتماع تعلقات داشته قبل شاهد ازی بودین که به تدریج همکاران ما در این بخش‌ها هم برای شما جزئیات حتما میدن. من نمیخوایم امشب زیاد به صحبت و گفتگو ختم کنم چنانچه قسیم جان هم میتونم کمین استاده و معطل است که مکه صحبتار خلاص کنم. بهتر است که یک تشکری خاص داشته باشم از همه شما از اینکه تشریف آوردین و همچنین یک بار دیگه حضور میمانان خیر مقدم عرض کنم. تمام میمانان خوش آمدن و از حضور شما رخصت بخوایم. انشاءالله که شب بسیار خوب سپری کنیم و من مطمئن هستم که بسیار شب گرم و صمیمی خواهیم داشت. تشکر از همه شما. تشکر از جناب سادات صاحب. بر سادات صاحب یک کف بزنین. خدماتی را که در هرات می‌بینین از روشن، از لطف سادات صاحب و از برکت کارهای خوب سادات صاحب و همکارایی که در زون هرات هستند. با استفاده از امی فرصت ما میخوایم که از قلب هرات خوشی و خوبی و آرامی را برای تمام جهان خصوصا افغانای عزیز که صدای ما را میشنوند، تصویر ما را میبینند، از خداوند برشان آرزو میکنم. و یک گپ بسیار زیاد مهمه برای شما میگم، شاید باورتون بیه که من چی میگم. باورتون میه؟ وقفه داریم، زیاد کدام گپ مهم نیست. خوب شد یادم آمد با فهیم یک بسته اینترنت پیشنهاد بتون. ولی هم یامد هم خو اینترنت استفاده نمیکنه، خیبهی هم پیشنهاد بتون. ناقی خوی بسته ها را پیشنهاد نمیکنم، خودم هم در فیزر اینترنت رایگان میگیرم. حالا شما می توانید به دوستانتان که در 90 روز گذشته از اینترنت روشن استفاده ننمودند بسته های خاص 5 جی بی، 10 جی بی و 20 جی بی ماهانه را پیشنهاد کنید و 10% اینترنت رایگان به دست بیارید. همین حالا ستاره 666 علامت نمبر را دایل کنید و راهنمایی ها را تعقیب نمایید. روشن نزدیک شدن. آتش عشق تو افتاده به جان و نظرم، آتش عشق تو افتاده به جان و نظرم، من به جانی که فدای تو شود مفتخرم. اگر از سوی تو این عشق اجابت نشود با فرجی روشن ز کابل تا هرات در سفرم. و آل نوبت شما است. در این قسمت برنامه 100,000 افغانی جایزه برای شما داریم از طرف سریعترین فورجی روشن و الفا پرایم. شما ببینید دوستان عزیز
کل ایراد نام خدا نمیشد تاجر 100,000 افغانی در نظرشون نمیاد. در دیگه جایی که 100,000 افغانی بگوید دوستا 20,000 خوش میشن. اما تا چوچه؟ چوچه میگه مام در قصیت نیستم چون او حتما 50,000 داره. حال نوبت وفادارترین مشتریان روشن است، خصوصا کسایی که 20 سال میشه از سیم کارت روشن استفاده میکنن. در بین شما دوستا 20 سال کیا است که از سیم کارت روشن استفاده میکنن؟ 20 سال الا 15 سال کسایی است. او نام خدا، او نام خدا. ما 100,000 افغانی جایزه داریم. کیا هستن؟ شما هستین. راستی بفتخارشان کف بزنین. شما بفرمایین. گوش نشدین ما میدانم. خوش آمدین. سلام. حال شما خوب است؟ قربان شما. بفرمایین. شما تیارین ان شاء الله. قربان شما. خوش آمدن به شهر خوجا عبدالله انصاری. بگذارن سلام بدم به خانواده روشن. ما همراه شرکت روشن بزرگ شدیم. از موقعی که سیم کارت روشن به $90 بود ما یار و همکارش هستم. روشن نزدیک شدن. شک حال روشن بخید آغوش تسینه. 20 سال کیها سیم کارت روشن استفاده میکنه در بین شما؟ کاکا جان عزیز شما بفرمایین. شما هم بفرمایین. دیگه کیا هستن؟ استاد عزیز شما هم بفرمایین. بیاین شما هم بفرمایین. بیاین. دیگه کیا هستن؟ ما فقط 10 نفر نیاز داریم. فقط بیاین قنده بچه شما هم بیاین. السلام علیکم. خوش آمدین. خوش آمدین. السلام علیکم. خوش آمدین. بفرمایین. بفرمایین. السلام علیکم. خوش آمدین. السلام علیکم. خوش آمدین. السلام علیکم. خوش آمدین. فقط 10 نفر ما مقصد نیاز داریم. خوش آمدین. خوش آمدین. خوش آمدین. خوش آمدین شما. السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر. شما هم بیجا آمدین یا اون طرف بدین؟ نام خدا، نام خدا. 100,000 افغانی را ما 10,000 افغانی جایزه میتیم. درست است؟ ولی چون مایک به دست شما است استاد بزرگوار، هم یک سوال آسان از شما میکنم. در مدت 5 ثانیه اگر جواب دادین مبلغ 10,000 افغانی ما بر شما جایزه میتیم. درست است؟ شعار دائمی شرکت مخابراتی روشن چیست؟ 0790 92 93 0790 92 93 98 چیزه. استاد نمبر تلفنت من نخواستم. من خواستم شعارش بگوین که کدام شعار داره. من متاسف هستم. شما بگوین تیر و تبر ببر به تیر تیزگر. بگو تیر تیز کن تبر از تیر تیزتر. شما بگن ظریف ظرفشوی ظرفای زفر را در ظرف 2 دقیقه شست. ظریف زفر ظرفای زکیه را در ظرف 2 دقیقه شست. یادت رفت. تیر و تبر ببر به دست پیر تیزگر. تیر تبر را تیز کن از تیر تیزتر. برش کف بزنین. مبلغ 10,000 افغانی از طرف الفا پرایم. بسیار عالی، بسیار عالی. یک سوال دیگه هم استاد شما بفرمایید. برای شما میخواهیم که از شما پرسان بکنیم. وقتی که شما با شرکت مخابراتی روشن تماس میگیرین کدام شماره را دایر میکنین؟ 100 تا 3. برش کف بزنین. مبلغ 10,000 افغانی. عالی بود. برای دوست ما که در پولیو هستن مایک بتین. اگر در هیرات خدای ناخواسته برق بره به می تلفن شما میگم هیرات چی میشه؟ شما تاریک میشه. در مایک بگین. تاریک میشه، برق میره. میگن که هیرات تاریک میشه. انشالله همیش هیرات روشن ببینیم با شرکت مخابراتی روشن یک جا. برای 10,000 افغانی اینا هم شدن. برشان یک کف بزنین. بر دوست عزیز ما مایک بتین. سلام، خوش آمدین. ما یک سوال بسیار آسان میکنم. واتساپ نامحدود با کدام سیم کارت روشن امکان داره؟ 1 با سیم کارت روشن. با سیم کارت روشن. از تیم امنیتی خواهش میکنم میره بکشن از اینجا که ما چقدر چیخ زدیم تا اون سوال نگرفتن. ما شوخی کردم ولی شما متاسفانه برنده نشدین. بر استاد عزیز مایک بتین. پیش از سیم کارت الفا کدام سیم کارت روشن به بازار آمده بود؟ ببین یک نقل بده دیگه. میگه یک نقل بتین. من نمیدونم. برای دوست عزیز ما نام قسیمه یا مرا با لهجه شیرین هیراتی چی صدا میکنن؟ دبایک بگوین. قسیمه. قسیمه میگن. ولی برنده شدن قسیم صدا میکنن. میگه قسیم است. برای اینا کف بزنین. مبلغ 10,000 افغانی هم از طرف قسیم برشان تقدیم. شما فقط آخرین خوابی را که در این شبها دیدین کدام خواب بوده برای ما قصه کنین؟ با خواب دیدم که شرکت روشن به صبح با ما فرجی میکنه شهر را تو.
یک خواب بسیار خوابشان به حقیقت تبدیل شده. برنده 10,000 افغانی در تالاری که فعلا شما موقعیت دارین نامش چیست؟ قصر سفید. چی؟ قصر سفید. این رقم قصر سفید. برشان کف بزنین. برنده 10,000 افغانی اینا شدن. عالی بود، عالی بود. و حالا خواهش کنم دوستایی که برنده نشدن به جای خود تشریف ببرن. دوستایی که برنده نشدن به جای خود تشریف ببرن. این استاد بزرگوار مگه ما قدر پوش قدر پیسا و گپا نیست. افتخار بخشیدین. خوش آمدین. خوش آمدین. بسیار خوش آمدین. ما میخوایم مایک برای دوست بزرگوار، برای استاد عزیز ما شما بفرمایید. اول سلام برای شما بزرگوار. خوشحال هستم که شما را میبینم. بسیار تشکر از لطفتان، از بزرگیتان که به سریعترین فرجی روشن تشریف آوردین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اول تشریف آوری قاسم جان عزیز را به هرات خیر مقدم میگیم. دوم این پروژه که دو برابر شده از روشن ایرا هم به هراتیان عزیز تبریک عرض میکنم. سلامت باشین. بسیار تشکر. اسم زیبای شما را بدونم بفهمم. مولوی سلطان محمد عالمیار. با افتخار مولوی صاحب یک کف بزنین. لطف کردین، بزرگی کردین. بسیار تشکر. مولوی صاحب خودتان دیگه نام خدا عالم هستین. من از شما چی سوال بکنم؟ ما میخوایم بر مولوی صاحب به رقم شرکت مخابراتی روشن اگه اجازه باشه از پیسه من نگردانید. صحیح است؟ 10,000 افغانی از طرف شرکت مخابراتی روشن برای مولوی صاحب بدون کدام سوال تقدیم میکنیم. برشان کف بزنین. تشکر مولوی صاحب. و دوست با شما هم آمدین. بفرمایید. من جمعه رضایی هستم، باشنده فعلی هرات. بسیار خوب. من یک سوال بسیار آسان هستم میکنم اگر هیچ کس نقل نته. رئیس زون ولایت هرات که شرکت مخابراتی روشن رهبری میکنن نامش چی است؟ سید فاروق سادات. برشان یک کف بزنین. و 10,000 افغانی را هم از طرف زون هرات برای شما ما تقدیم میکنیم. قاسم جان عزیز فراموش نکنین. خیلی خوش آمدین به هرات. سلام بر همه و سلام بر قاسم جان نازنین. یک کف بلند بزنین. خودشان کف بزنین. اینی را انرژی میگن. یکی از رنگ های را نام بگیرین که در سیم کارت شرکت مخابراتی روشن دیده باشین. سرخ. بندی 10,000 افغانی. مگم قریب از دست داده بودن و فعلا هم فکر میکنم که مبلغ 10,000 افغانی هم داریم. اسمم جواد اکبری هستم، یکی از باشنده شهر هرات. حضور گرم شما رو خوش آمدید میگیم به هرات. خوش آمدیم، صفا آوردیم. سلامت در خدمت است. قربان شما. یک دنیا تشکر. با سیم کارت الفا پرایم یکی از اپلیکیشن ها را نام بگیرین. اگر کردیت شما خلاص هم شوه کار میده. تماس نامحدود و واتساپ نامحدود. برنده 10,000 افغانی و 100,000 افغانی امشب در هرات برای دوستان تقدیم شد. برشان یک کف و هرات همیش روشن ببینمت. بسیار زیاد تشکر دوستان عزیز. شما بسیار زیاد لطف کردین. من میخوایم در آغوش بگیرم تان. من سوال میکردم افسوس که پیسه خلاص شد. دوستان عزیزی که قربان شما بفرمایید. دانی 30 رو پس مقصد عکسای من. قربان شما. بسیار زیاد تشکر. بسر چشم عکس‌ها را بگیریم. بسر چشم از بفرمایید. دانی 30 رو پس. خب تشکر. دوستایی که برنده نشدن بفرمایید. با افتخارشان کف بزنین. لطف کردین، بزرگی کردین که اومدین. یک دنیا تشکر. شما ماندین دقیقات برنده چون استاد هستین. شما رو خب سوال نکرده بودم. خب صحیح است. اوکی. میگه برنده کنه. مارا مزاق کردم. مارا مزاق کردم. مارا الله مارا کی میگه به جای کاکگی کو. نه مولوی صاحب 1,000 افغانی من نقص کردم. و 20 سال از شرکت مخابراتی روشن کیا استفاده میکنه؟ ما میخوایم ببینم کیا. با یک صدا کی است؟ با یک صدا. با یک صدا.
این یک دونه تفلک میگم. من 20 سال از شرکت مخابراتی روشن. خود تو دروغ میگی. تو چند سال هستی که تو 20 سال استفاده میکنی؟ چند سال هستی خودت؟ چند سال هستی؟ 24 سال هستی؟ در 4 سالگی سیم کارت گرفته بودی؟ خب اگه خوب محمود کدی دروغت. ای ظالم. یک سوال بسیار آسان میکنیم. اگرچه نام خودت دارم اما تو تجارت معلوم میشین. با 10,000 افغانی هم نیاز شاید نداشته باشین. یک سوال خواستیم دیگه بالاخره. لطف کردین. همی که آمدین یک کار بزرگ کردین. یکی از بسته های را نام بگیرین که مردم هرات بیشتر از او استفاده میکنن یا او را فعال میکنن. از سیم کارت الفا استفاده میکنن که فعلا او به صدر قرار داره. دوستای عزیز من نمیفهم شما شنیدین آیا درست است یا نیست؟ یک همکار ما یارمند صاحب درست است؟ فقط یک اشاره بکنین جوابشان و یا ای که ما سوال دیگر را پرسان بکنم. اوکی دادن. اوکی دادن. برشان کف بزنین. 100,000 افغانی حال برای هرات و برای هراتی‌ها تقدیم شد. و در این قسمت برنامه ما از همکار بسیار عزیز ما خواهش میکنیم که بیاین از جناب شریفی صاحب رئیس مبارزه با قریب از مبارزه با مواد مخدر، رئیس صاحب صاحبی زون هرات کف بزنین. شریفی صاحب خوش آمدین. خوش آمدین شریفی صاحب. سلام علیکم. همگی مانده نباشین. چه که برسم از که برنده هر کدوم 10,000 افغانی است برای یکی از دوستا برنامه‌نمایندگی از گروه تقدیم میکنیم. دیگه رو باز بعداً ادامه میکنیم. درسته؟ بسیار زیاد تشکر. بعد سعی نکنین میتیم 10,000 افغانی دیگه رو میتیم. ما شما میگم وطن هستیم. چی خوب است که یک عالم دین داریم جناب مولوی صاحب خطیب صاحب برنامه‌نمایندگی خطیب صاحب باشه. حالا با بسته 500 جیبی ماهانه فقط در بدل 650 افغانی با دوستانتان بیغم چت کنید، لایک کنید، کامنت کنید و در ارتباط باشید. برای فالسازی اس 650 را و 555 ارسال کنید. روشن نزدیک شدن. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروری صاحب، رئیس محترم اترا، رئیس و محترم مخابرات، همه دوستایی که امشب تشریف آوردن. خوشحالم که امشب در خدمت شما هستیم با تیمی که همکارای ما از هرات تشریف آوردن. خوش آمدین. سربلند باش. دوستای عزیز، بسیار مهم است که ما بفهمیم که روشن مینیس بزرگترین کمپانی مخابراتی در افغانستان چه کار کرده و چی خدمات برای مردم ارائه کرده و در افغانستان چی فعالیت انجام داده. بعد از تأسیس کمپانی مخابراتی روشن در افغانستان در سال 2003 تا اکنون ما بیش از 700 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم که البته میتونیم بگیم که یکی از بزرگترین مالیه دهنده ها در افغانستان هستیم. ما طی 3 سال گذشته سفر سرمایه گذاری ما از ولایت زیبای قندهار شروع شد. آمدیم هرات، غزنی، کابل و ولایت اطراف کابل، رفتیم شهر زیبای مزار شریف، رفتیم شهر همیشه بهار جلال آباد و انشالله العزیز بیاری خداوند و به دعای شما مردم وفادار، مشترکین وفادار و مردم متدین و ایماندار افغانستان انشالله چند روز آینده یا یک ماه آینده و ولایت زیبای کندوز هم طی 3 سال گذشته کمپانی مخابراتی روشن حدود 1,000 سایت مخابراتی را در سرتاسر افغانستان 2G، 3G و 4G احداث کرد. امشب طوری که قسیم جان گفت ما و شما تجلیل کردیم چند روز پیش مزار کابل. امروز در شهر زیبا، در شهر خواجه انصار، در شهر جامی حضور داریم که با جمع کثیر از شما تجلیل میکنیم. در حالات بسیار سخت در کنار مردم افغانستان بودیم. مردم افغانستان طوری که بیشتر قسیم جان گفت
20 سال با ما بودند. مردم افغانستان خانواده جدا ناشدنی کمپانی مخابراتی روشن است و این را در عمل ثابت کردیم. ما شما دیدیم که 2 سال گذشته در هرات متاسفانه زلزله آمد. کمپانی مخابراتی روشن با هماهنگی وزارت محترم مخابرات، اداره محترم اطرا، مبلغ 6 میلیون افغانی را آنن به طور عاجل کمک کرد. متاسفانه پارسال به اثر باران و بارش و آفات طبیعی یک تعداد هموطنان ما در ولایت زیبای بغلان متضرر شدند که تیم عاجل ما، سیار ما، تیم خدمات اجتماعی روشن با رئیس زون عاجل به منطقه رفتن. مبلغ 3 میلیون افغانی به 600 فامیل بی‌بضاعت و متضرر توزیع کردند. شما به یاد داریم که 1 یا 1.5 سال پیش متاسفانه عودت کننده ها یا مهاجرین ما از کشور پاکستان و ایران آمدن داخل خاک خود. کمپانی مخابراتی روشن تنها کمپانی بود که با شعار خوش آمدید به وطن، اقبال وطن، گل وطن، از اسپین بولدک شروع تا ترخم و اسلام قلعه و بعض از مرزهای دیگه و آغوش گرم خوش آمدید گفتیم و اونا خیمه دادین، جاکت ادا کردین و اونا سرپناه دادین. آنچه که در توان ما بود بینایش یک کمپنی و بینایش یک کتلیست و اونا کمک کردین. خوشحالم که اعلان بکنم که ما تنها یک کمپانی مخابراتی یا یک کمپانی که سرویس خدمات ارائه میکنه نیستیم. ما یک کمپانی هستیم که همونطور که در 20 سال گذشته متحد با مردم افغانستان هستیم در خدمات اجتماعی، در ارائه خدمات، در پرداخت مالیه به جانب دولت افغانستان ما تعهد خود همیشه اعلان کردیم. چیز دیگه ای که بسیار مهم است، ما اولین کمپانی بودیم که سیستم تلمدیسن یا تداوی از راه دور در ولایت قندهار، بدخشان و کابل در شفاخانه فرانسوی ها را اندازی کردیم. تنها کمپانی نوآور بودیم که همکارای ما و جوانای ما توانستند سیم کارت الفا پلاس و امروز سیم کارت یا پرودکت به نام الفا پرایم و بازار آوردن. این چی معنا میده؟ ما یک کمپانی نوآور هستیم، یک کمپانی هستیم که مطابق به درآمد و وضعیت مردم افغانستان ما کار میکنیم. یک بستر را که پیشتر اشاره کردن، اگر یک بستر شما فعال میکنین، یک تجار است، یک دکاندار است، اینترنت خلاص میشه، خب ما میفهمیم که اکثر معاملات از طریق واتساپ است. واتساپ از او کار میکنه. شما از امروز به بعد هیچ نیاز نداریم که چندین سیم کارت داشته باشین، به خاطر که این بسته‌های جدید نه تنها روشن به روشن بلکه روشن به تمام شبکه‌ها مشکل شما را حل میکنه. چون شب شما هست، قسیم جان همراه تیم خود تشریف آورده، مهمانای ما آمدن، رئیسای ما از بخشای مختلف آمدن از کابل، همه را خوش آمدید میگیم. مردم هرات مردم سربلند هستند، مردم وفادار هستند و مردمی هستند که در طول تاریخ ثابت کردند که میتونن هر چیز را هم موفق بسازن و هم ناکام بسازن. بنابراین من به عنوان کسی که مسئول کل ولایت افغانستان هستم جا داره که همه شما را خوش آمدید میگیم. شب شما خوش باشه. امیدوارم که تا این لحظه لذت برده باشین. زنده باد افغانستان، پاینده باد مردم افغانستان، روشن نزدیک شدن. بسیار زیاد تشکر. زنده بادین. لطف کردین. برشان یک کف بزنین. یک دنیا تشکر. از وقتی که به هرات آمدیم شریفی صاحب بسیار لطف بزرگی کردن. بسیار تشکر. خصوصا چند روز قبل که سادات صاحب هم بودن رفتیم به زون روشن در هرات که همکارا را دیدیم، بسیار خوشحال شدیم. و همچنان چند وقت قبل اگر شما به یاد داشته باشین ما یک مسابقه را برای انداخته بودیم به نام قهرمان فورجی روشن. حتما به یاد دارین دوستا. در بین 90 نفر یک نفر گفتم تو یاد داره. تشکر از اینکه خودت به یاد داری. زنده باشی، خیر ببینی، سلامت باشی، سلامت باشی برادر. کسایی که یادشان نیست حال ما برشان پلی میکنم، پلی کنین.
هر قهرمان در زندگی به سرعت فوق‌العاده نیاز دارد. با 4G روشن شما هم می توانید داستان قهرمانی خود را به بهترین شکل به تصویر بکشید. با ما در رقابت قهرمان 4G روشن یک جا شوید. یک ویدیوی کوتاه، زیبا و خلاق در رابطه با استفاده شما از 4G روشن دور کنید و در صفحات شخصی خود بگذارید. ویدیویی که بیشترین ویو، لایک، کامنت و شیر را در جریان 3 ماه در صفحات مجازی تان بگیرد، برنده آیفون 15 پرو مکس میشه. یکی نه، 2 تا نه، 3 آیفون 15 پرو مکس و 3 برنده. منتظر چی هستین؟ تو چی لغلق سعی داریم؟ ویدیوهایتان را بسازین، در صفحاتتان به اشتراک بگذارین، لینکش همراه ما در کامنت شریک کنین و قهرمان 4G روشن باشید. روشن نزدیک شدن. بله و نگفتن امانه که اولین قهرمان 4G روشن که یکی از بانوا بود در کابل چند وقت قبل برنده شدن و خودم آیفون 15 پرو مکس با دوستای نازکم برش تقدیم کردم و حال هم یک ویدیوی مقبول و زیبا را یکی از دوستا از دیار بلخ روان کرده که دومین قهرمان 4G روشن است که بیشترین ویو، لایک و کامنت داره. ایره هم دوستا پلی کنین، بعدا هم برش یک زنگ میزنیم که کجا هستن. چرا این رقم شده؟ سوال همه گیتان است. بیا بریم که ما براتون توضیح بدم که چه اتفاق افتاده بود. تا اینجا خیلی ناراحت کننده بود، اما اتفاقی که منتظرش نبودم افتاد. 2 برابر سرعت، 2 برابر کیفیت و 2 برابر هیجان. روشن نزدیک شدن. به این جوان عزیز کف بزنین. خودش هم خبر نداره که در ایرات قدر دوستا برش کف میزنن و ای که کف نمیزنین ایرام خبر میشه بعد از اینکه شما کف نمیزنین. و اسم از این نوجوان علی جان است. ما میخوایم که یک زنگ برشان بزنم و خدا کنه که تلفنشان آن باشه. بله بله سلام. بله سلام علیکم. علی جان عزیز خوب هستی؟ بخیر؟ خوب هستی؟ سلامت هستی؟ شکر بخیر باشی. ابی دکاندار پیشخانه تان هستم زنگ زدم امروز که ماست بردی یک پلاستیک. ما شوخی کردم امروزتان ما از شرکت مخابراتی روشن براتون تماس گرفتیم. آها بسیار خوب. شما یک ویدیوی قهرمان 4G را تنظیم کرده بودین که 2-3 سیلی خود زدید. من بسیار جگرخون شدم. ما قاسم ابراهیمی هستم. امیال از بین 3-4 هزار نفر از قصر زیبای هرات برای شما زنگ زدیم و همه دوستا به این نوجوان یک کف میزنن تا اینکه باورش بیه که برنده آیفون 15 پرو مکس شدن. جدی میگین قاسم؟ حالا قدر نفر که چک چک میکنم من در نظر تورش خندی میکنم. خدا نکنه. قربان شما بخیر باش. علی جان عزیز در بلخ زیبا هستی، از مزار هستی درست؟ بله بله. بسیار خوب. امیل از چی احساس داری؟ یک آیفون 15 پرو مکس هم برنده شدین شما. والا احساس بسیار عالی، بسیار خوب. این که صدای شما را شنیدم بسیار خوش شدم من. خداوند کمتان نکنی که شما خوش شدین. ما آیفون خودم میگیرم. صحیح است؟ قربان شما. علی جان همکارا برای شما زنگ میزنه. تبریک براتون باشه. خانواده را همگی سلام بگین در بلخ زیبا. تشکر. سلامت باشین جان. قربان شما. تشکر. بر علی جان کف بزنین. تبریکتان باشه بازم. تشکر علی جان. وقت خوب و خوش. و همچنان یک ویدیوی مقبول و زیبای دیگر از بامیان زیبا روان کردن که 3مین قهرمان 4G روشن و برنده آیفون 15 پرو مکس هستند. تو کی زنگ میزنی؟ تو که اینترنت کار کنید؟ دبرم زنگ میزنم به ایران. به ایران؟ از 4G روشن چرا استفاده نمیکنی؟ والا ما زد کنیم؟ آره 4G روشن در دورترین نقاط کار میده. این باش ما در بالای زنگ کشی کرده. بله این کشی کرده اینجا رو نشان بدید در شکل 4G روشن کار میکنه. شکر بخیر. شما خوبه؟
نامشان صاحبداد است و سومین بله سلام علیکم. سلام. اینا به چی سبک آدم هستی؟ صاحبداد عزیز السلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ قربان شما، سلامت باشین، زنده باشین. دمی 2-3 روز در دلتان چی میگشت؟ والله منتظر شما خو نبودم، بخیر سرپرایز شدم. خب یعنی که شناختین حتما دیگه؟ ما در قلب هرات هستیم، امیر رضا در قصر زیبای هرات هستیم و میخواهیم که از همینجا برای شما مستقیم اعلان کنیم که یک آیفون 15 پرو مکس شما برنده شدین. ما هم دیشب با فتر همی صدای شما در میگوی شما بخی زمزمه میزنه والا. امروز زنگی که زده بوده نه شب یلداره. بله بله بله، شما حتما شب یلداره دیدین؟ بله. فعلا شما در بامیان هستین درست؟ بله ما در بامیان هستیم. چطور برف میباره؟ چطور آب هوا؟ برف باریده، 2 بار باریده، هم تا هوا سرد است، فعلا فوق برف نیست، دیگه سردی زیاد است. چتری دارین یا که آیفون 15 پرو مکس یک چتری هم براتون روان کنم؟ لطف میکنین، لطف. زنده باشین. همیشه دوستا صدای زیبای شما را میشنوه و آیفون 15 پرو مکس هم از طرف شرکت مخابراتی روشن و از طرف جدیدترین سیم کارت مخابراتی روشن، سیم کارت الفا پرایم برای شما تقدیم میکنیم و دوستا براتون حتما تماس میگیرن. شب خوش براتون آرزو میکنم. تشکر ابراهیمی صاحب، تشکر بسیار زیاد. همچنان به شما خوش شدم. تشکر از شما همچنان. بر صاحبداد یک کف بزنین دوستان، نگوین که دروغ میگی. و دوستای عزیز، قهرمان فورجی روشن هم سومین قهرمانش اعلان شد که ما پیش شما وعده خلاف نشد. چند ماه قبل ما ایرا جور کرده بودم اعلان و 3 آیفون 15 پرو مکس و همچنان حال هم یک پیشکش بسیار خاص برای هرات دارم. یک پیشکش بسیار جدید، یک پیشکش که کاملا نو است و چند روز میشه که ایرا همکارا تصمیم گرفتن که برای هرات ما ایرا تقدیم بکنیم و او در بدل 999 افغانی 50 GB اینترنت از دوستای عزیز. دست یک شخصیت اینم تومان ما فکر کردم که والا چقدر خوش میشین شما. تشکر. و همچنان در بدل 499 افغانی 20 GB اینترنت از دوستای عزیز. بله. و دوستای عزیز، کسایی که این مقدار کردیت ندارن میتونن که شماره ستاره 200 علامت نمبر دایر بکنن، اینترنت قرضه بگیرن. والا دیگه قیمت چی بگویم دیگه؟ قدر مچ میگن از اون کردیت ندارم، ما برات بخرم. این رقم میکنی؟ فکر کردی من دروغ میگم؟ این ویدیوش ما به ثبوت آمدیم پیشتان، با ثبوت. بسته های خاص شمس و قمر برای زون هرات. 20 GB ماهانه در بدل 499 افغانی و 50 GB ماهانه در بدل 999 افغانی. 50% این بسته ها از 10 شب الی 7 صبح قابل استفاده است. برای فالسازی 242 دایل کنید. روشن نزدیک شدن. خوشتون آمد دوستا. انشالله جایزه های دیگه هم داریم، ولی از این جایزه ها کرده هم امشب که در بین شما هستم، اصلا بسیار برنامه را کوتاه جور کرده بودن که به حساب بیاییم کوتاه گپ بزنیم. این گپ قدر طولانی شد اصلا دلم نمیشه، چون شما شاید یک تعدادتان منتظر نان باشین، دقیقه ما شاید نباشین. همین چهرهایتون که یک تعداد ما میبینم شما منتظر شورا و کچری قروت هستین، ولی ما دلم نمیشه که قدر زود ما بگوییم نان توزیع شود. و بزرگایی را که من در اینجا میبینم بسیار خوشحال میشم در مقابل شما صحبت میکنم و اولین بار در هرات هستم، در این قصر زیبا. هنرمندای عزیز، مبصرین بزرگوار هرات میبینم که یک بار در کابل زیبا در تلویزیون طلوع دیده بودیم. ازشان خواهش میکنم یک بار بیاین بعد از بسیار وقتا. بله ما دیدیم تو بعد از بسیار وقتا والله.
بابا دختر دستم بالشت سرت هستم ورشان یک کف. قربان شما سلام. عرض سلام خدمت تمام عزیزان که امشب تشریف آوردن به این برنامه روشن. به افتخار قسیم جان یک چک چک مقبولی بکن. آی هرات جان نام تور بالا ببینم، زیباتر از دنیا ببینم. آی جان من آی به هر گوشه بشونم من حالیم. حالا تو را زیباتر از دنیا ببینم. ای ریزه پیزه الله تو ور بخیز که از تو گل بریزه. چک چک به بخور قسیم جان. قربان شما. ناچیز است از طرف روشن. تشکر، خوش آمدین، بسیار تشکر، زنده باشین. و در این قسمت برنامه ما خیلی یک وقفه کوتاه میگیرم دوستای عزیز که به جالبترین بخش برنامه ما میرسیم. دوستای عزیز شما خدا در پیش میزان او است، جوس است، نان است، گلون ما خوش بوده باور کنید. با پورتال تعلیمی روشن به تمام مضامین مکتب دسترسی سریع و آسان داشته باشید و دروستان را از صنف اول الی 12 به طور آنلاین بیاموزید. ستاره 114 علامت نمبر را دایل کنید و با فالسازی یک از بسته های دلخواهتان برای استفاده این پورتال اینترنت رایگان دریافت کنید. با ما در هر کجا بیاموزید. روشن نزدیک شدن. خوش آمدین دوستان عزیز. بازم سرعت 2 برابر 4G روشن در هرات باستان با قسیم را تماشا میکنین. در این قسمت برنامه ما از یکی از شخصیت هایی که وقتی ما برنامه های روشن از کابل آغاز کردیم، در کابل بسیار با ما همکاری کردن. بعد از او ما رفتیم به مزار شریف، جناب نیازی صاحب هستند، به مزار شریف همراه ما رفتن. امشبی که ما آمدیم به هرات آمدن. من نمیفهمم که اینا وظیفه خود دوست دارن یا به خاطر کشی قروت آمدن، نمیفهمم میره، ولی بسیار با ما همکاری کردن، بسیار بزرگی کردن. و ما میخواهیم که نیازی صاحب 20 سال شرکت مخابراتی روشن را به این موفقیت رساندن، بیاین از کنج و گوشه ای عرفا و این موفقیت ها صحبت بکنن. به افتخار نیازی صاحب یک کف محکم بزنین. و ناگفتن امانه که نیازی صاحب معاون بخش فروشات شرکت مخابراتی روشن هستند. سرکارشان که پیسه است، همیشه تجربه‌شان سعی کنین نمیالم شاید کدام پیسه ویگه پای باشه، من نمیفهمم. دوستای عزیز باور کنید سرکارشان که پیسه است. و متاسفانه که یک گیر ما پیدا کردم که 50 روپیه پلاستر خورده و واقعا دلم سوخت. بر نیازی صاحب بسیار در وطن وضعیت اقتصادی خراب است. ما میخواهیم که میفهم یک بیزنس و ما یک صدی دیگه که 1.5 افغانی دی پلاستر خورده ما میخواهیم تقدیمشان بکنم. نیازی صاحب سعی کنین، چی یک کشوری است 20 روپیه گرفتم 100 روپیه دادم، نگفت که پیسه تا پیش باشه، میگه 100 دیگه هم بتین. بر نیازی صاحب کف بزنین. شخصیت بزرگوار که همیش لبخند به لب دارن، در جریان سخت‌ترین کارها هم همیش شوخی میکنن و همیش زحمات از اینا قابل قدر است. و من نمیفهمم که نیازی صاحب چگونه انرژی مثبت که خود نگاه کردن و چگونه انرژی مثبت که خود انتقال میتن به هر جای. نیازی صاحب من نمیفهمم ماشتون بلند است یا راستی انرژیتون بلند است. تشکر قاسم جان، زنده باشی، خیلی بنین. خب الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان آغاز سنت مبارک نبی کریم صلی الله علیه و سلم را به شما عزیزان تقدیم می کنم که عبارت است از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که تمام شما عزیزان صحتمند و سرحال باشید. من عبدالعزیز نیازی، معاون بخش ارتباطات و بازاریابی شرکت مخابراتی روشن هستم. همه شما عزیزان را به محفل امروز خوش آمدید میگویم. امروز واقعا برای من افتخار بزرگی است که در شهر زیبای هرات باستان که به عنوان نیگین تمدن و فرهنگ افغانستان شناخته می شود در بین شما حضور دارم. چند روزی است که در هرات حضور دارم و باید بگویم که مهمان نوازی و محبت شما مردم عزیز هرات مرا عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. ما از روز اولی که فعالیت خود را آغاز کردیم پیوند عمیق با مردم هرات داشتیم. این پیوند بر پایه اعتماد، احترام متقابل و خدمت به جامعه بنا شده است و امروز با تجلیل از سریعترین 4G روشن و معرفی پروفایل الفا پرایم در این شهر تاریخی و فرهنگی بار دیگر تعهد خود را بر رشد و پیشرفت هرات نشان می‌دهیم. ما همیشه تلاش کردیم بهترین خدمات را برای شما فراهم کنیم، همان طور که وعده داده بودیم چنین محافل را به هر گوشه ای از کشور عزیزمان افغانستان خواهیم آورد و امروز نوبت شهر زیبای هرات باستان است. همان طور که همکارانم در مورد دستاوردهای روشن صحبت کردند، ما می‌خوایم به چند دستاورد مهم اشاره کنم که واضح نشان می‌دهد ما در این مسیر تنها به فکر ارائه خدمات مخابراتی نبودیم بلکه به فکر بهتر کردن زندگی شما نیز بودیم. در سالهای اخیر در عرصه‌های مختلف تعلیمی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی نیز نقش بسیار زیادی را ایفا کردیم. از حمایت مالی نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی در افغانستان گرفته تا برگزاری مشاعره‌های فرهنگی و نمایشگاه‌های کتاب، روشن همیشه در راستای توسعه و ارتقای فرهنگ و دانش جامعه گام برداشته است. در زمینه ورزش نیز ما باور داریم که ورزش نه تنها سلامت جسم و روح را تقویت می‌کند بلکه فرصت برای ایجاد همبستگی ملی فراهم می‌سازد. از لیگ‌های فوتبال در قندهار، مسابقات کرکت در جلال آباد، مسابقات تکواندو در غزنی و رقابت‌های پهلوانی گرفته تا لیگ فوتبال قهرمانان افغانستان در هرات، روشن همواره در کنار ورزشکاران و هواداران ایستاده است. هر زمانی که شما به ما نیاز داشتید ما اولین کسانی در کنار شما بودیم. این برای ما تنها یک وظیفه نیست بلکه یک افتخار است که در سختی ها همواره همراه شما باشیم. در پایان باید بگویم که هدف روشن همیشه فراتر از ارائه خدمات مخابراتی بوده است. ما همیشه متعهد به انکشاف جامعه بودیم و هستیم. ما می‌خواهیم که در تمام عرصه ها از فرهنگ گرفته تا ورزش و از تعلیم تا اقتصاد همراه و حامی شما باشیم. شما برای ما تنها مشتری نیستید، شما عضو خانواده روشن هستید و همین حضور شماست که روشن هر روز قوی‌تر و متعهدتر به پیش خواهیم رفت و هر قدمی که برمی‌داریم برای شما به خاطر شما خواهد بود. سپاس از توجهتان و امیدوارم که تا پایان این محفل را ما را همراهی کنید. دیو آباد اوحوصه افغانستان په هیله استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسته ماهانه 10.5 GB روشن را فقط در بدل 600 افغانی فعال نمایید. برای فعالسازی آردر را با 555 ارسال کنید. همچنان می توانید بسته بزرگ ماهانه 20 GB اینترنت را فقط در بدل 999 افغانی فعال نمایید. برای فعالسازی آر 20 را با 555 ارسال کنید. روشن نزدیک شدن و همکارا چند جایزه مقبول را در نظر گرفته. این جایزه برای کسی داده میشه که اگر که میفهم تایم نان است شاید از را گوش نشده باشین. جایزه برای کسی داده میشه که یک فکاهی بسیار مقبول زیبا بگه که همه دوستا یک لبخند به لبشان بیایه. تو کسی در بین شما هست؟ شما
خودت میگی؟ چی میگی؟ چی میگی؟ خروسه. خروزتان گم شده در خانه؟ خروسه امیجی. خروسه اومد نگام کرد. خروسه اومد نگام کرد. نگاه به کف شکم پام کرد. کاکلشو تکون داد. کوکل صدام کرد. کفشامو پوشیدم تا مدرسه دویدم. به خاطر خروسه من سر وقت رسیدم. وی جان یک ماچون بر ما بده. آها یک جایزه هم برای تفلک دارین. چقدر قندول است نفتی. بله بیارین. به 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 به. وان مامی کلاه روشنم باز ما میخوایم که ایده مامی نه مقبوله ایده میبرم شرانی بغل بیام تو نام خدا. نام چی است؟ چی است؟ سوی پادشاه. صنف چند هستی؟ مکتب میری؟ نه؟ مکتب میری؟ صنف چند هستی که مکتب میری؟ آمادگی. آمادگی کنکور میخونن دوستا ما فهمیدم. آمادگی کنکور میخونی؟ کدام پنجه میخوایی که بخوانی؟ من امی. کدام؟ امی. طفلا چقدر رازگوی و چقدر قندول هستن. اصلا این زندگی طفولیت است. همه توست نه دوستا؟ همه تو هست؟ کسایی هست که در پشت کودکی دق شده باشن؟ بله. چرا کلان شدی خیلی؟ ما میخوایم یک جایزه مقبول زیبا رو به این طفل قندول تقدیم بکنم. ما این جایزه از طرف روشن خب؟ برش کف بزنین بیا ای جانم ای جانم بر کف بزنین. آینده های افغانستان هستن اینا. سیکون هفته بگیرین. خب دوستا آراستی قندول دیدم فکایی یادم رفت. در بین شما کدام فکایی جالب داره؟ کیا هستن دستان بلند بکنین. این یک دوست ما پیدا شد بگیرین بیاین بگوین. به یک کشور بوده مسابقه کرین بوده مسابقه می جار ثقیل که هر کشور بتونه یک معمولی باری بوده که اگر بالا کنه یک جایزه بسیار انگفتی برای از میدادم. از کشورها پیشرفته می جار ثقیل بیاوردم همین معمولی بار کرده نتونستم. یک کرندی از افغانستان بیامد کرندا پیشرفته و بالا کرده نتونست. این خودی همی کرند لختی خمای این معمولی بار بالا کنه. بعضی چینگکار میندازه این معمولی بار مثل یک پفکنک بری بالا میکنه. همین انجینرها میایم به پیش همی صاحب کرین همی کرنکار میام بیا بریم همی ماشین از با ما نشوندی که چقدر زور داره. بعد از سر این باناتی که بالا میکنن نگاه میکنن دو تفقنی شیسته همی که بالا رو کش میکنه. عالی بود عالی بود. تا خوش شما بیاین. دوست عزیز ما نام زیبایتان. سلام خدمت عزیزای حاضر در تالار و جشن فرجی شدن روشن را برای همگی تبریک میگم. در یک مسیر یک کورق یا قودلی به حساب ما و شما کنده بود. هر کس که از اینجا تیر میشد یعنی 2 متر چای بگیریم. وقتی میفتاد دست پای مشکست تا به شفاخانه میبردم میمرد. دیگه گفتم امیر چکار کنیم انجینرها از خارج بیامدن. گفتم نزدیک می یک شفاخانه بسازیم زودی میبریم مریض تداوی میشه. گفتم این خوازینی از 2 میلیون دلار میشه. انجینرها خود ما بیامدم فکر کردم چردی بر ازی. گفتم نمیشه این کورق پر کنیم یا که ببریم نزدیک شفاخانه بکنیم. برشان یک کف بزنید دوستا. یک جایزه بسیار معقول زیبا را میخوایم که بر شما تقدیم کنم. نام خدا بسیار خوش چهره هم هستین. برشان کف بزنین. ایراتی ها اگرچه هم بسیار خوش چهره هستن. تشکر سلامت باشین. بس از دیگه فیلم میگیری؟ در بین دیگه دوستا او طرف بسیار دور هستین شما. سلام بیا آمدی خوب کردی آمدی قربانتان. نام زیبایتان؟ مجتبی باری هستم. مجتبی جان عزیز نام شما؟ احمد صدیقی.
صدیقی جان عزیز کدام فکایی خوب اما تو عالم پر انرژی و جالب و دوستام تو خندروی هم معلوم میشی. یک روز یک پیر بچه به خونه ششته بودم تلویزیون نگاه میکردم. بچه گفت به پیر گفتم این تلویزیون رو باش روشن میکنیم که خود شما سعی کنه. اما هرچی کانال میزنم جان ایواناته. هرچی میزنم یه کانال دیگه جان ایواناته. این پیر به بچه خو میگه بچه جان برو سکر همه مواره و داخل خونه قردشته نباشه. سلام خدمت همه حاضرین در تالار قسیم جان ابراهیمی و تیم دستاندرکاران روشن. من یک فکری خدمت شما عرض میکنم خدا کنه خوش شما بیای. نوید احمد الکوزه‌ام. یک دو نفر دور از این جمعیت میگینه دروغ میگفته. خب بعد از او یکی وردش گفته که پیر پل کدوی بکشته که دو نفر همی تیرک کدوی به اری دو سر میبریده تاشم نسبه نکردن. خب بعد از یک دیگه گفته که پیار دیگه تیار کرده که 40 نفر به تای چکش میزدم صدا چکش هم دیگر خور نمیشنیدم. خب بعد از همی یکی که پای پیار کدو کشته بگو گفته با بیلا پیار توی دیگه موسه چکو گفته موسه کدو پیار تو بتای پخته کنه. با بیلا برشا کف دوستا سلام علیکم خوب است بخیر. بفرمایید یک دکلمه داره دوست ما یک جایزه اینا را بیارید. عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم. عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم. هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد قل عشق الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ای را هدهد آورده است نامه ای را هدهد آورده است آغازش توهی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم. گیسویت را باز کن انا فتحنایی بگو. گیسویت را باز کن انا فتحنایی بگو. دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم. میزبان عشق است و وای از عشق غوغا می کند هر که خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بی پایان درود بی انتها بر منجی دو عالم بشریت بر شما عزیزان و ادیبان. خدا کنه که سالیان سال با عشق و رفاه و صمیمیت و اخوت و عزت در کنار شرکت شبکه روشن با خوبی زندگی نمایید تا درود دیگر. بدرود. ماشاءالله نام خدا بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله یک جایزه بسیار مقبول و زیبا را با این دکلمه دوست عزیز ما قابل تانه نداره از طرف شرکت مخابراتی روشن و الفا پرایم. تشکر بسیار زیاد. زنده باشین. امی ایراتی اصلی اینم تو است. برش یک کف بزنین دوستا. تشکر بسیار زیاد. بفرمایید دوستا تشکر از کلتان. زنده باشین بخیر باشین. ما بله یک گلاس چای میخواه یک گلاس چای برش بیارین دوستا عزیز. دوستا بسیار زیاد تشکر از لطفتان از حوصله‌مندیتان. خدا کنه که برنامه خوب و خوش بوده باشه برای شما. واقعا لذت بردیم. انشالله این شب و این شبها و این روزها خصوصا یک ساعت یک و نیم ساعتی که در بین شما بودم تا وقتی که زنده هستم در قلب ما باقی خواهد ماند. و فعلا ما از جناب قاری صاحب احمد ایوبی خواهش میکنم آمر اطلاعات فرهنگ ولایت باستانی هرات تا سخنان زیبایشان را برای هرات برای هراتی ها و برای موفقیت فورجی روشن ارائه کنند. به افتخار ایوبی صاحب یک کف محکم بزنین. السلام علیکم خوش آمدین جناب ایوبی صاحب. تشکر از لطفتان. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام عزیزان بزرگواران حاضر در مجلس امشب و تشریف آوری میمانان عزیز از کمپانی مخابراتی روشن به شهر هرات باستان خیر مقدم و خوش آمدید عرض میکنم. و همچنان هنرمند بسیار محبوب کشور ما قسیم جان ابراهیمی را که گفته خودشان گفت اولین بار است که ما به هرات آمدیم خیر مقدم و خوش آمدید میگیم. خدا کنه که خوش گذشته باشه و خوش بگذره. تشکر بسیار زیاد. دوستای عزیز شما میدانید که پروگرام تقریبا پروگرام جشن است، خوشی است و یک خبر و یا نوید بسیار خوش بر مردم هرات با مردم حوزه غرب
بود که سرعت 4G 2 برابر شد و ایرا ما هم به نوبه خود بر تمام مردم افغانستان و به خصوص مردم ولایت هرات باستان تبریک عرض میکنم. دوستای عزیز، شما میدانید که قسمی که دوستا گفتن، بزرگوارا گفتن، شرکت مخابراتی روشن صرف یک کمپانی به خاطر عرضه خدمات مخابراتی نبوده. ایرا هر افغانی که در افغانستان زندگی میکنه و تا کسایی که بیرون از افغانستان است این گپ به یقین میدانند که شرکت مخابراتی روشن صرف در بعد مسائل تخنیکی مخابراتی کار نکرده و دوستا چون به او بود صحبت کردن، من صرف میخوایم چند نکته خدمت دوستا به عرض برسانم که ما و شما در سال گذشته متاسفانه زلزله بسیار شدید ولایت باستان هرات تکان داد که تعداد زیادی از هموطنان ما متاسفانه شهید و زخمی شدند. شرکت مخابراتی روشن با منیجمنت و اداره و مدیریت بسیار عالی که جا داره که از جناب سادات صاحب تشکری کنیم، بهانه واحد در حالی که تکانها دوام داشت، بسیار به شدت دوام داشتند، با ما در تماس شدن، با بزرگان در تماس شدن، با شیخ صاحب اسلامجار والی محترم ولایت هرات، با آجی متقی صاحب رئیس اطلاعات فرهنگ و در تمام بخشا در تماس بودن به خاطر از این که به چی ترتیب میتونیم ما و شما در اول مرحله کمک هایی که آنی هستند، عاجل هستند، بر از اینا برسانیم. همو بودن که کمک های بسیار خوبی را در وقت زمان در پالوی کمپانی های دیگه چی مخابراتی بودن و چی بخش های دیگه بودن، اونا به اسری وقت این کمک رسانی کردن. و همچنان در بخش ورزش دیروز بسیار یک مسابقه جالب بود در لیگ قهرمانان افغانستان. در اونجا هم روشن سهم بسیار ارزنده خود داره و چندین بازیکن را که من خوب چون علاقمند به ورزش هستم به یاد دارم که لیگ برتر روشن که سالهای قبل در افغانستان برای اولین بار تعداد گذاری شده بود، بازیکنایی که در اون لیگ بازی میکردند دین روز هم به مسابقه حضور داشتند و این یک بحث بسیار خوبی است که در بعد فرهنگی، در بعد اجتماعی، در بعد ورزشی، در بعد کمک رسانی این کمپانی روشن همیشه وقت کار و فعالیت خود داشتند. به می خاطر است که مردم افغانستان استقبال بسیار خوبی از کمپانی روشن داشتند که الحمدلله امنیت تامین است در سراسر افغانستان. دوستای ما به تمام قرا و قصبات به دورترین نقاط افغانستان و خصوصا حوزه غرب که ما معلومات داریم رفتن و تاورهای مخابراتی خود نصب کردن و عرضه خدمات به شکل بسیار درست اساسی برای مردم عزیز افغانستان اونا خدمات ارائه میکنن. دوستای عزیز، چون قسیم جان استاد است بسیار متزیاد سورم سعی میکنن، من نمی‌فهم که وقت ما تمام شده، باز هم یک بار دیگه سرعت 4G را که 2 برابر شده بر تمام عزیزان، برای شما و از طریق از این تریبون بر تمام مردم افغانستان تبریک میگیم و علاقمند هستیم که خدمات هرچی بیشتر شود. مشکلات تکنیکی که گاه ناگاه پیش میآید به اسری وقت حل شود، به خاطر که اعتمادی که مردم افغانستان بالای کمپانی روشن و دیگر کمپانی های افغانستان که در افغانستان خدمات مخابراتی را دارند اعتماد بسیار زیاد کردند. فلهذا وقتی که اعتماد دو طرفه باشه، همکاری دو طرفه باشه و بتانه مردم عزیز ما از خدمات، از بسته هایی که امروز اونا امشب اعلان کردن، از این بسته ها به صورت درست و اساسی استفاده کنند، این باعث از این میشه که شرکت خدماتی روشن یا مخابراتی روشن بیشتر از پیش مورد تایید و اعتماد مردم عزیز ما قرار میگیره. دوستای عزیز، بیشتر از این وقت گرانبهای شمار نمیگیرم. در آخر گرمترین سلام های جناب متقی صاحب رئیس اطلاعات فرهنگ که در یک سفر رسمی بودن به کابل برای تمام شما تقدیم میکنم و اونا ناوقتر از کابل رسیدن، حتما می آمدن به این پروگرام به خاطر زیاد علاقمند بودن که با شما با عزیزا ببینن و صحبت های داشته باشند. شب خوش میخوایم بر شما. قسیم جان عزیز و هنرمند موفق کشور ما هستند و از صحبت ها و از پروگرام های از اینا لذت ببرین. شب خوش برای همه شما. لطف کردین به افتخار ایوبی صاحب. تشکر بسیار زیاد. تشکر که آمدین. بفرمایین. یک دنیا تشکر. من سپاسگزاری میکنم از یک شما دوستای عزیز
و سپاسگزاری میکنم از همکارای ما در شرکت مخابراتی روشن و همچنان این تفلک جایزه آورده بر من موبایل هم میگه بگی ببر کابل. تشکر. من برات بگیرم یک دانه عکس. دانی 30 روپیه است. خب خب دانی 30 روپیه. خب ایس بگو پنیر. باز بگو کچالو. کچالو. نام چی است؟ مامتا. مای تلفن تام بگی. یک جایزه هم برای این قندول بیارین. یک جایزه هم برای خب از دوستا از بینی مرا نبرین یک جایزه برمی خوب بتین. خب این بیا اون بیا بیا برا برش کف بزنین آیندای افغانستان. اینمی توفرم برای قندول بته گم نشه. به شکت والا آفرین. کجاست بخیر؟ برو بخیر. تشکر دوستان عزیز. تشکر. من از همکارای عزیزم تشکری میکنم و از جناب نیازی صاحب، از جناب رئیس صاحب سادات، از بانو رانا یارمند که اگر امروز ما را به این جا میبینین و این مکانی که ما جمع شدیم از برکت یک بانو و دو بانوی از افتخار بانوهای افغانستان یک کف بزنین. نماینده بانوهای افغانستان در پیش روی ما آمدن. نام زیبای چی است؟ آسناد. آسناد جان عزیز دندانای تا چی شده؟ بفتاده. بفتاده؟ چرا بفتاده؟ بکشیدم. کی بکشیدش؟ دکتر. دکتر کشیدش؟ اوی جان. صنف چند هستی؟ آمادگی. آمادگی کنکور میخونه کل اطفال در ایراد. شما سعی کنین نام خدا چقدر ترقی کرده ایراد. آمادگی میخونن. اوی جان. خب چی گفتنی داری برای دوستا؟ سلام سلام بچه ها، سوال دارم از شما. سوره جز 30 قرآن سوره مکی است. سوره 108 قرآن کوچکترین است. آیا می دانید کدام سوره است؟ کوثر. آیا شما سوره کوثر بگو. پیغمبر ما 100 تا بچه شده، همه بچه های به خوردگی ها خوب مردن. پیغمبر ما ناراحت شد، کافرها به زنا میخندیدن، میگفتن شما بیرامونشان. خدا جان گفت به شما سوره کوثر فرستاد و شما یک حوضی میدون به نام کوثر. بیاین به شما دستون سوره کوثر بخونو. این اعطیناک الکوثر، امانا به تو داریم کوثر، فصلی لربک وانحر. پس نماز بخوان بگذار برای پروردگار و قربانی کن. این شانیک والابتر، همانا خودشان بیناست بفریزندن است. ماشاءالله. سوره کوثر با معنایش. یک جایزه از همکارا خواهش میکنم که برای قندول بیارن و همچنان ما میخواهیم که این قندول هم نامش را پرسان بکنم. ندا جان بیا آیات قرآن را بخوانیم، پیام و عشق و ایمان را بخوانیم. بود قرآن پیام و نامه دوست، بیا با سوز جان آن را بخوانیم. ماشاءالله. بر ندا جان کف بزنین. نام خدا. نام خدا. پیشتر صحبت میکردم سر بانوها، گفتم اگر در این مکان هستیم در کابل یا در مزار و دو بانو بودن در شرکت مخابراتی روشن که این برنامه را تنظیم کردن. با وجود از اینکه جای بانوها خالی است، خداوند همیشه جور و صحتمند و با عزت و با آبرو داشته باشه. تمام بانوهای افغانستان. برای بانوهای افغانستان کف بزنین. با وجود از اینکه ما رنج میبریم، فعلا زمانی است که ما بیشتر وقت شما را نمیگیرم. من از همکارا خواهش میکنم که جایزه تفلک های قندول بیارن و این بانوهای عزیز بیارن. دوستا دو جایزه مقبول و زیبا را از همکارای ما خواهش میکنیم که بر ندا جان و آسناد جان قندول بیارن. آسناد جان قندول بیارن. بیاین که بریم جایزه هایتان میتونیم. بیا ندا جان بیاد خودتان. اون تو بریم تو مستقیم هم تو بیاین که ما و شما بریم. ما و شما دیگه این کالهای خدا تیم میتیم سر این کلگی. یارو ببر یک جایزه هم برشان عبدالله جان بده. تشکر ندا جان. برشان کف بزنین.
دوستان عزیز تشکر، اشتیاق خوش بر همه شما میخوایم. اما قبل از این ما میخوایم از سریعترین فورجی روشن و از الفا پرایم که مرا بر یکی از ولایات دیگه ببرند تا ای که ما خبر خوش برشان تقدیم بکنم. ای فورجی روشن، سرعت مرا هم 2 برابر بساز و مرا ببر به بدخشان، مرا ببر به بامیان، مرا ببر به تخار، مرا ببر به فرخار، مرا ببر امروز، مرا ببر به گوشه گوشه افغانستان تا فریاد بزنم که اگر واتساپ نامحدود و پیام های نامحدود میخواهیم، خلاصه از سیم کارت الفا پرایم استفاده کنیم، همیشه یک راه برای ارتباط برقرار کردن دارین. شب خوش هیرات، شب خوش، شبتون بخیر. هر سفر داستانی دارد، داستانی که مرزها را پیوند می دهد. سفر فرجی ما را به قلب مزار رساند. شهری که به تاریخ و فرهنگ خود افتخار می کند. و امروز روشن فصل جدید را به صفحه تاریخ مزار اضافه کرد. این برنامه نماد از تعهد ما بود که آن را با شور و هیجان با هزاران تن جشن گرفتیم. تعهد به آینده مزار، تعهدی که با فرجی روشن با واقعیت تبدیل می شود. سریعترین فرجی روشن و از قهرمانان فرجی روشن یاد میکنیم که تمام شما قهرمانان فرجی روشن هستین. با افتخار روشن و سریعترین فرجی روشن در مزار. این فقط آغاز یک سفر بزرگ است که در آن با هم قله‌های جدید ارتباطات و اینترنت را فتح می‌کنیم. و قهرمان اصلی این داستان شما هستید.